سمعت یعنی ابو هریره میگوید که چه شنیدم رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، یعنی هر چیزی که من شما از این چیز نهی کردم چیکار کنید؟ یعنی دور شوید. و ما امرتکم بهی، یعنی هر چیزی که به شما امر کردم، امرتکم یعنی شما را امر کردم به همون چیز، فأتوا منه ما استطعتم، یعنی به قدر استطاعتتون، قدر امکانتون چه همین کار کنید. فانما اهلك الذين من قبلكم، یعنی همون هایی که پیش از شما ها بودن، امت های بودن، یعنی یهود باشن، نصارا باشن، دیگه امت هایی که پیش از اسلام بودن و های چی هلاک کرده است، دو چیز: کثرت و مسائلهم، بسیار سوالاشون، و دویمش چه؟ اختلافهم علی انبیائهم، اختلافهاشون همین دو چیز وای های چیکار کرده است؟ یعنی هلاک کرده است. فهمیدید؟ همین دو چیز وای های چیکار کرده است؟ یعنی هلاک کرده است. بسیار سوال و چه؟ یعنی اختلافهاشون انبیاءهم. نه، این حدیث خیلی که گفتیم حدیث بخاری و مسلم روایت کردگی. حدیث چیه؟ احتیاج این حدیثه که گفتیم بخاری مسلم رحمه الله روایت کردگی. از حدیثی که گفتیم ابو زناد عن اعرج عن ابی هریره. و مسلمان سبب این چیه؟ سبب این حدیث آمدگی، سببش آمدگی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیت نازل میشد، آیت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی فرضیت حج نازل میشد، حج برای آدم ها فرض گفته آیت نازل میشد. همین یکی از صحابه ها چی میخواد میگه که یا رسول الله افی کل عام، میگوید یعنی این حج هر سال میکنه؟ رسول صلی الله علیه و سلم انصرف عنه، نمیگرن. دویم بار مثلا چه؟ دویم بار وقتی که گفت با دویم بار رسول صلی الله علیه و سلم انصرف رو گردانید. دویم بار چیکار کرد؟ یعنی با رو گردانید. یعنی الله تعالی که حج واجب یا صحابه چه پرسید که یعنی حج برای ما هر سال واجب، یعنی حج برای ما هر سال واجب. رسول صلی الله علیه و سلم چه گفت که این قلت نعم فقط لوجب، این قلت نعم لوجب ثم لما استطعت. اگر ها میگفتم چی میشه؟ شما ها به این چیز واجب میشه، سونه شما چه طاقت کرده نمیتونستید تو این چیز سونه چی شما ها طاقت کرده نمیتونستید، یعنی شما ها چه طاقت کرده این چیز به چه نمیتونستید. ذرونی ما ترکتکم، ذرونی ما ترکتهم فانما هلك من كان قبلكم، اهلك من كان قبلكم نعم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهمتید؟ یعنی همین در حج با صحابه گفت که حج برای هر سال رسول صلی الله علیه و سلم که اگر ها میگفتن واجب میشد، اگر واجب میشد شما چه دستاتون نمی اومد. هم به چه آیاتی سوره آیات نازل شد لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، یعنی از چیزها نپرسید که وقتی که بیان میشد شما به چی میشد؟ یعنی واضح میشد، یعنی شما به یعنی چی میشد؟ یعنی شما غمگین میشد از این چیز، غمگین میشد. برای همین این چی میشد؟ از سبب این آیات همین بود. نعم. اما تفسیر چیز ما نهیتکم عنه فاجتنبوه و ما نهیتکم عنه و ما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم. برای اینکه مونده چی یعنی دو چیز های احکام دو به تقسیم میشن، مأمورات های و منهیات های. مأمورات های و چی های محظورات های. چی بوده است؟ مأمورات و محظورات. معنای مأمورات گفته چه میگه؟ چی میگه مأمورات؟ امر کرده شده. اقیموا الصلاة امر، آتوا الزکات، زکات چیه؟ امر. هم خلانه كتب عليكم الصيام يعني فرض الصوم ولله على الناس حج البيت امر. دیدید؟ اینا چه میشد؟ یعنی امر. مأمورات یا چیزهایی که الله تعالی امر کردگی.
الله تعالی چی کردگی این چیزهای امر کردگی. فهمید؟ امر کردگی. دویمش محظورات. محظورات حذر یعنی نهی کردگی الله سبحانه و تعالی. ها؟ لا تقتربوا لا تقربوا الزنا. زنا به نزدیک نشوید. لا تغتابوا غیبت نکنید. ها؟ دزدی نکنید. آدم نکشید. شرک نبیارید. گوشت خوک نهی منهی شده، گوشت خوک، خون، مرده، این چیزا همش چه؟ حرام. ان الله و رسوله ینهیانکم، یعنی الله و رسول شما نهی میکند از چه؟ از گوشت های خری اهلی. خری اهلی خری وحشی های. خری وحشی معافی بس، لیکن خری اهلی حرام. اینا چه وای محظورات. فهمید؟ انا کنم همین جنده یعنی چه؟ اینم یک رحمت و شریعت سماحتش بیانه، مهربان شریعت به دلاله میکنه. مأمورات وقت میشد که آدم حقیقتا قادر شده نمیتواند. هم خیلی نه گفتیم که یکی از رکنهای نماز چه گفتیم؟ یعنی القیام، راست ایستاده باید که نماز کنه. یک آدم اومده گفت که برادر پایم شکستگی، من راست ایستاده نمیتونم. باید که راست ایسته. ها؟ چه خیلی راست میستم، پام شکستگی، پا ندارم. الحمدلله. رسول صلی الله علیه و سلم چه میگفت؟ صلی قائمه فإن لم تستطع فقاعده. راست ایستاده نماز خون. اگر راست ایستاده نتوانی چیکار کرده؟ نشسته نماز خون. اگر نشسته نتوانی علی جنب. ها؟ با جنب. یعنی خوب رفته نبیم باش کرده نماز خون. ها؟ زکات. ها؟ باید که زکاتی قرآنی ها میگوید که دو تاقی داشته باشه، باید که نصفش زکاتی. ها؟ قرآنی ها میگوید قرآنی ها یعنی همون هایی که فقط قرآن میگرد، یعنی سنت انکار میکرد. ها؟ فقط قرآن عمل میکرد، چیه؟ حدیث انکار میکرد. قرآنی ها کیا بدهن؟ قرآنی ها فقط یعنی قرآن میگرند و قرآن گرفته حدیث چی میکنن؟ انکار میکنن. یعنی فهمیدید؟ حدیث چی کار میکنن؟ یعنی انکار میکنن. دیروز گفتیم که قرآن خودش فهمیده نمیتونه، یعنی باید که چی؟ قرآن به سنت فهمی. یعنی ها؟ اینا چی میگیم؟ یعنی القرآنیه میگیم. القرآنیین میگیم. یعنی فهمیدید؟ برای همین زکات مثلا چی؟ نمیتی الا که چی قادر باشه وایبه. هم خیلی نه قادر باشه، یعنی مال معین داشته باشه، یعنی چیزهایی که اساس چیزهای هم خیلی نه. و خود هم خیلی چی؟ روزه یعنی روزه مثلا چه فرض، لیکن یک آدم مثلا چی بیمار میتواد روزه نگیرد. هم خیلی نه. مسافر میتواد روزه نگیرد. حج فرض برای امت، لیکن یک آدم میگه که من قادر نه. یک میگوید که آدم مرد میبینه من یعنی چیز سوم ندارم، یعنی مثلا همین امروز مثلا محمد چیز برای زاد راحله فلان مثلا مبلغ طلب دستادم، من چه این چیز دادم بس سوم با چه دستم برای بچه میشد. یعنی ها واجب نمیشه. ها یا که یک زن شوهر ندارن محرمش نه، برای واجب نمیشه. فهمیدید؟ الان این چیز یعنی ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، چیزی که امر کردم قدر استطاعت همین کار انجام دید. قدر استطاعت چی کار کرده منه انجام دید. هم به قول الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها. ها فهمیدید؟ الان این چیز بیانه انسان یعنی چه الله تعالی یعنی فوق طاقت تو چیز طلب نمیکنه. ها فوق طاقت چه تو از تو چیز طلب نمیکنه. یعنی هم خیلی نه هم خیلی چه طلب نمیکنه. مثلا طهارت آب نداری، ها یا که مثلا چه زمستان هوا خنک میدونی که رفته اگر آب رسید تو آب خنک چی میکند؟ هلاک میکند. این حالتا تیمم کن. این حالتا چیکار کنی؟ یعنی تیمم کن. ها الحمدلله. یعنی چه همین قول الله تعالی که یرید الله بكم اليسر. نه الله تعالی شما به چه میخواهد؟ آسانی میخواهد. آسانی که چی باشد؟ یعنی رمقه شریعت نباشد. یعنی فهمیدید؟ برای همین کسی که گوید که یعنی چیزی که الله تعالی ما با امر کرده که فوق طاقت ما و
الله تعالی به ظلم اثبات کرده میشن و الله تعالی ظالم نه. الله تعالی چه عدل کامل دارد. برای همین یعنی الله تعالی چی امر میکند، هر چیزی که از دستت میومده چیز امر میکند از دستت نمیبیاید و هیچ کار کنی یعنی و کار نکنی یعنی و کار چی میتونی یعنی نکنی یعنی فهمیدید؟ لیکن باید که چنده باشد دایره شریعت نباشد یعنی هم دایره چنده باشد یعنی شریعت نباشد. میگه که خلاص هم نماز خوندم من یعنی ها واجبی ها یعنی این چیز چخیلی واجب میشد، چخیلی واجب میشد یعنی ها جای این چیز واجب میشد یعنی خر برای مثلا تونه باره میبرداری واجبی نمیکند ها همین دو بار رکوع کردن تو واجبی جای این چیز واجبی هم خیلی یعنی جای این چیز واجبی برای همین یعنی طاقت انسان هم بدگی چیز مثلا چی میشد یعنی ها الله تعالی هم چیز امر کرده فهمیده. و ما نهیتکم عنه فانتهوا انکرون اما منهیات باشد گفته محظورات باشد ایننده چی برای که محظورات یعنی کف کردن و یعنی و ترک کردن برای همین ترک کردن چی استطاعت و وابستگی ندارد ها استطاعت داره یعنی که ترک کردنش از کردنش آسان تر به ها عرق چیکار کردن یعنی ترک کردن اینجا معنیش نه که یعنی چی قدر امکان میپرته ها گیجای قدر امکان دارد دوزی نکن قدر امکان دوزی نمیکنیم یعنی بعضی وقت محتاج میشیم گیجای دوزی محتاج میشی تو فقط برای همین یک چیزی که نهی اومد و این نهی چیه استطاعت به چیه یعنی تقاید ندارد یعنی باید که و نهی چیکار کنی یعنی ترک کنی نهی باید که چیکار کنی گفتیم یعنی ترک کنی بالکلی چیکار میکنی یعنی نهی ترک میکنی یعنی محظور الله تعالی چیزا نکن گفت رسول الله نکن گفت ای چیزا باید که چیکار کنی و کارتو باید که ترک کنی یعنی ها باید که چیکار کنی ترک کنی ها یعنی بدعت شرک کفر یعنی گناه ها حرام این چیزای باید که چیکار کردن یعنی ترک کردن بالکلیه ترک کردن یعنی فهمیدید همین چیزا باید که چیکار می قاعده ما با چی میشه یعنی ضرور میشه ها هم به یک کار مثلا که تو نیستی یعنی با جزئی اولیش میگردیم مثلا مثال میبیاریم ها مثال میبیاریم یعنی تو حاضر چه یعنی آدم مسافر یا که خونش انده جنوب شد چه شد جنوب شد وقتی که بیدار میشد میبیند که تمام صحرا مثلا یا پویز به یک جا میبیند که کمتر مثلا چه همین قدر آب یعنی یک نیم لیتر آب و آب چیه غسل به نمیرسد هم خیلی یعنی چیکار میکند وی آدم چیکار میکند تمام میکند نه همین آبی که هست که همین آب چی استفاده میبرد یعنی برای طهارتش جایی که میرسد یعنی طهارت میکند دست میشه تا جایی که میرسد آب استفاده میبرد انا وقتی که نماز اون چیکار میکند یعنی سون تیمم میگذارد فهمیدید سون چیکار میکند یعنی تیمم میگذارد هم گفتیم که یعنی نماز بیانه وقتی که تو میبیای یعنی نشسته خوندن کدوم حالتنده درست وقتی که تو نمیتوانی خود چند بار گفتیم که یعنی میبیاید یعنی خونش میبرد ماشاءالله قریب یعنی 500 متر مسجد پیاده رفته میبیاید ولی مثلا چه قامت ول 5 دقیقه نزد مسجدند چه میشیند 10-5 دقیقه چه صحبت میکند راست استاده صحبت میکند استاده یعنی راه میرد راست استاده صحبت میکند هم وقتی که مسجد به میدرد امام الله اکبر میگوید کرسی به میشیند یعنی تو مسجد دمگیری اومدی ها از جای هم 5-10 دقیقه کوچه به صحبت کردن در اومده مسجدنده یعنی استراحت کن آخر اگر میخواد چی باشه یعنی اش خیر میشه یعنی گویا که نشستن برای این فرض ها و کوچه به ایستاد 5-10 دقیقه راست ایستاد هیچ خیلی نشدی نمردی نافتیدی ها یعنی معناش باید که چیکار کنی یعنی برای همین یعنی تو میبیای مثلا وقت خودت حس کردی استادی راست استاد نماز خون لیکن وقتی که بسیار امام قرائت دراز مثلا میکند بعد دیدی که مثلا درد پیدا شد مثلا نمیتونی صبر کرده انا وای حالتنده بنشین اما از اول نماز اومده یعنی عادت که باید که نمازی که خوندی باید که کرسی بشینی کی میگه این حرف یعنی ها انا میخیل چیز